طور معلوم است همه ساله در آغاز فصل بهار روز مادران در جمهوری تاجیکستان تجلیل کرده می شود. اگر به یک طور دیگر نظر کنیم همه روز برای ما روز مادر است، چون مادر آفرنده حیات، تربیت دهنده فرزندان به حساب می رود و امروز به واسطه جامعه جهت تربیت درست فرزندان که از جانب مادر بر راه اندازی کرده می شود، رشد و نموی به واسطه دلخواه دولت از همون بزرگی مادر جهت درست تربیت کردن فرزندان به حساب می رود و از این فرصت مناسب استفاده برده که ما حالا در تالار دانشگاه دولتی کلاب حضور داریم و در اینجا چرابینی با شکوه برگزار شده ایستاده است. از این فرصت مناسب استفاده برده تمام بانوان، مادران، خواهران، تمام زنان جمهوری تاجیکستان را به این روزی فرح و شادی مبارکباد گفته در روزگار آنها آسودگی، آرامی و بگذار که همیشه مادران و زنان ملت تاجیک و در سیمای آنها تمام زنان و مادران دنیا خوشبخت و سربلند باشد.